هر طرف میبینین ماشاءالله گاوهای بسیار مقبول تمامشون. حتی اونو گاو دوستا شیرش چکیده رایست از اسی که پر شیر است. ماشاءالله بیروبار سر می گاو. والا چه رقم کنی دیگه بازار هستن ولی اما خدای گوسالت بعد ماش وارد هم تو چرخک زده. کما که بعد ماش مال خانه نگه داشت همین رقم. ای نام خدا ماهی وارث دوستا. ماهی ول میکنن. ایره چند موندی بخیر. اورا یک لگه کم چیچ یک لگه 60 گفتیم دیگه. امروی چوچیش. آجی صاحب چند سال از زمین کاروبار هستی خودت گاو میفروشی گوساله میفروشی؟ تقریبا 20 سال شده این کار است. کدام گوساله را آوردی؟ اینم خیاره قیمتش چند موندی؟ 27 یعنی گوساله است دیگه. چند سال است حفیظ الله جان؟ 3 سال است. 3 ساله. نسلش کجایست؟ نسلش اینا است، یک حیوانی است. خیر ببینم نه دوستا در بین معامله است. نه برادر جان اینی گوسفند قندوز. خب بگی خیر. صد کم 27000 سودا شد. چگونه است نرخ و نوا در این روزها؟ خوب است دیگه نسبت به عزیز قربان پیش دیگه خوب است. اونقدر قیمت هم نیست، خوب است. باش 14000 است. به نام و یاد خدا، درود و سلام دوستان عزیز. امید که جور و صحتمند و سر حال باشین. تشکر از اینکه گزارش های ما را میبینید. باز هم آمدیم به مال بازار ولایت کندوز. دوستان عزیز قیمت ها را ببینیم بعد از عید قربان چگونه است. بعد از عید قربان اولین گزارش ماست که آمدیم به خاطر ثبت کردن نرخ و نوای مواشی را براتون در تصویر بکشیم. دوستا هر طرف میبینین ماشاءالله گاوهای بسیار مقبول تمامشون. حتی اونو گاو دوستا شیرش چکیده رایست از اسی که پر شیر است. دیگه امروز میخوایم که قیمت های گاوهای شیری دیگه گوساله های گوشتی همچنان بز و گوسفند براتون قیمت هایش معلوم کنیم. دوستا در ادامه گزارش ما همراه ما باشین. دیگه صاحب اینمی کی است؟ صاحب شماستین؟ این گاو هم از شماست؟ خب بیا درباره اینمی یک معلومات بده به من. دیگه بسیار ببخشی. خب این هم از خودت است؟ بشک والا در بین دو گاوی شیری قرار داریم دوستا. خب من اولا می چکی پلاو خرید جان و جور است. شکر. بخیر هستی؟ خیر. قراری صحتمند هستی؟ والا دیگه چیکنیم دیگه. این چی تاثیر است که شیری از ریخته؟ ایلا می لاخای که یک ذره کلان است بود نه؟ همو باراش یک ذره کلان. فکر کنم مال بازار میارم گفته ایرا گوسالش هم نمونده که بخورن. نه گوسالش هم میاد. گوسالش ای است؟ این گوسالش از شیر هم جدا شده دیگه. شیر جداست. نام چیست؟ نام جلال الدین است. جلال الدین جان. خب این چند تا گاو از خودت است؟ یه 3 دانه است دیگه است. همی 3 دانه. خب حالی جلال الدین جان که 3 دانه گاو آورده دیگه نرخا و دیگه مشخصاتشون با ما بگو. خب همی که در دوست است چند است قیمتی است؟ میره 1 لک 10 گفتیم دیگه. 1,10,000. این چه رقم چوچه داره؟ بغض است. در پیشانیش تا را بسته کرده چه رقم؟ هیچ مشم نشد دیگه. چشم نشد. بیشک والا. ایره چند موندی بخیر؟ اورا 1 لک کم چیچ 1 لک 60 گفتیم دیگه. امروی چوچیش؟ دوستا اینی گاو ارزان است. دیگه کسایی که میخواین بخرین یعنی جلال الدین جان حتما پیدا کنین. دیگه تنها گوساله‌اش فکر کنم 30,000 یا 40,000 میخره دوستا. کتی گوساله‌اش میگه 1,40,000. 1 لک. بسیار خوب. این ذاتش چه قسمی است؟ این ذات دیگه زراعتی است دیگه. زراعتی است. از نسل خود افغانستان نیست. افغانستان است. از خود افغانستان است. بیشک والا. خب چقدر شیر میته روزانه؟ این دیگه 30 مرتبه میته دیگه. 30 مرتبه. بله. دوستا اینا اگه کسی نمیره بخره که کارم نکنه در خانه تخته و پشت خدا پرده این روزگار یک فامیل پیش میبره. اما تسنی؟ بسیار خوب. خب مشتری تا چند بای کده امروز آمد مشتری خود تابار نامده دیگه. بای کدگیش نامره. بای کدگیش دیگه فعلا نخریده دیگه. خب جلال الدین جان مال بازار چگونه میبینی؟ یعنی نرخ و نوا از قبل از عید کده خوب است یا خراب شده چه رقم؟ حالا دیگه ارزان شده مالا دیگه. ارزان شده؟ بسیار مال ارزان. مشتری هم کم از جمع دوش هم اونقدر برابر عوام گرم است. عوام گرم است. خب خدا کنه که بخیر بفروشی. دیگه خودت به من حیث یک جوانی ولایت کندوز چی پیام داری به مردم؟
کدام پیامی خونه دارن دیگه، اگر کدام گاو برای خریدنی هست دیگه اینو ما در خدمت هستیم. یعنی دوستان کسایی که گاوی شیری، گاوی زراعتی مقبول کار دارین پیش جلال ما در جان خدمت هستیم. بیاین از این مال بازار خریداری کنید. تشکر. خدا بخیر باشی، زنده باشی. دوستان این نرخی گاوای شیری است. دیگه بریم یگان تا دیگر هم صحبت داشته باشیم. باز طرف گوساله های گوشتی میریم. بخیر. السلام علیکم. سلام علیکم. حاجی محمد جور شلون هستی؟ داری؟ بخیر هستی؟ جانک جان جور خوب است. زنده و سلامت باشی. چی گپ است؟ شکر از فضل خداوند، بسیار خیر و خیرات، هیچ گپی خوب نیست. خو هستین؟ شکر است. زنده باشین. این گاو گوساله را آورده به فروش بخیر. بله ایره به فروش آوردیم. بسیار خوب. نام زیبایتان چیست؟ نام فضل الله. حاجی صاحب فضل الله. خوب هستین؟ صحتمند. خب حاجی صاحب ایره قیمتش چند موندی بخیر؟ قیمتی از این 65,000. 65,000. بله همراه می چوچش. همراه می چوچش. چوچش نر است مادر. چوچش ماده است. چوچه هم ماده است دوستا. دیگه بسیار یک گاوی بسیار مقبول معلوم میشه. این دیگه دمی خانه نگاه کرده ایره حاجی صاحب. بله ایره در خانه نگاه کردیم. خب اینجا آوردیم به فروش. بازارا چه قسم است؟ بازارا خوب است. حاجی صاحب این گاوه که چند ساله است؟ گاو 7 ساله است. 7 ساله. بله خب به نظرت به نگهداشت خوب است یا ایره یک کسی ببره قصابی؟ ایره با یک کسی که ببره ایره شیرش باید بخره. شیرش بخره به نگهداشت خوب است. خب فعلا هم سر شیر است؟ شیر میده بله. چقدر شیر میده؟ 10 مرتبه. 10 مرتبه. خوب است دیگه. 5 کیلو. نصف زراعتی را پرا میکنه. نصف زراعتی را شیر میده بله. حاجی صاحب چند سال از زمین کاروبار هستی؟ خودت گاو میفروشی، گوساله میفروشی؟ تقریبا 20 سال شده این کار است. 20 سال. بله. یخی سابقه کار هستی. بله ها. تجربه بازار داری. حاجی بله. صاحب چی پیام داری؟ هوام گرم از زیاد وقت تا نمیگیریم. زنده و سلامت باشی. پیام ما همیست که همی از طریق همی تلویزیون شما به گوش همی کلانا رسانده شود که همی مندهی را از اینجا انتقال بده. همی اولین پیام ما همیست. بسیار. بخیر و سلامت. سلامت. تشکر. زنده باشی. این میجا یک گاو سرش بسیار چند بازی شده رایست دوستا. ببینیم که نمیره چند میگه قیمتی از ایره. بازار نو گوره. السلام علیکم. برادر عزیز. جانک جور صحتمند قراری است. ماشاءالله بیروبار سر میگه. والا چه رقم کنی دیگه بازار هستن ولی یک مال خوب بیار یک مسلمان میگیره چی میگن مال خوبش باشه. حالا با کسی نمیگیره بچه که بازار نمیبره بازاری خراب مال نیست نه. همین نامه که چیست؟ نه ما زیادین است. زیادین جان فکر کنم اینمی چند تا مشتری آمده بود سر جور نیومده چه رقم؟ جور نمیم دیگه طلب دار دیگه چه رقم میکنی؟ خب چند گفتن گاو تا؟ 1,10,000 گفتم. خاطی گوسالیش؟ خودت چند گفتی؟ 1,10,000 گفتم. مردم 85 90 طلب داره. خب مشتری ها 85 میگه خودت 1,10,000 گفتی. 1,10,000 بکنم. اینا دوستا اینی گاوی سیاه شیری این هم چوچگکش قیمتش هم میگن 1,10,000 افغانی زیادین جان. خب خودت به چند راضی هستی که میره سودا کنی بخیر؟ خب دیگه قسمت بگو دیگه کاشان شد دیگه یا 90 شد یا 95 شد دیگه. امی آخرین درجهش چند باشه؟ آخرین درجه دل من 95 است دیگه. خب مشتری 85 کرده دوستا. زیادین جان میگه اینمی 95 بگی میره بفروشم. خب خیر از 95 نشد دمی 90 هم جور آمد که صحیح. خب دیگه یا جا 90 یا 92 دیگه با جور می. بسیار خوب. خب دمی 90 که بفروشی برات چند غریبی میکنه؟ نه بس توان میکنه دیگه. در 90 توان میکنه. خب ایره خودت در خانه نگاه کردی یا جلبی؟ مال چند خریده بدی؟ 90,000 خریدیم. خب دوستا خودش 90 خریده دیگه زیادین جان. یک 5,000 روپیه باید فایده بگیری. دیگه 5,000 تو پیدا نکنی دیگه او غریبی نگو. بله بله. خب تشکر زیادین جان بخیر بفروشی. سلامت باشی. خب دوستا گزارش ما ادامه داره میریم طرف گوساله های گوشتی. دوستان عزیز دوباره خوش آمدین در ادامه گزارش. هر طرف میریم صدای گاو است. با گفته رایست. ندیدین خودتان دیگه یگان صاحبی از ایره پیدا کنیم که یگان قیمت هایشان پرسان کنیم. گوساله های گوشتی
آجی ماما چی حال داری؟ وابستیم بای جانا که جور صحتمند قراریست؟ هستی. بخیر هستی؟ زنده باشی. نام چی است ماما؟ جان محمد جان محمد ماما. چی آورده ای در بازار؟ گوسله کدام گوساله را آوردی؟ اینم سیاره خب همین که داده ست بندش است. خب قیمتش چند موندی؟ 27,000 27,000. امیر یک کش کنیم همین طرف دمی کامرا بیاید چه رقم؟ خب دوستا اینی گوساله را ماما جان محمد میگه 27,000. این چند ساله است ماما جان محمد؟ 1 ساله 1 ساله؟ چقدر گوشت میکنه به نظرت؟ 60 کیلو 60 کیلو؟ گارانتی؟ گارانتی بشک والا. خب همین طرف بیست که اینمی کامرا تره ده شیرت بیا که مردم تره ببینه. خب ماما جان محمد این مشتری تا چند آمده؟ 26 آمد خب 27 خودت گفته 27,000 بالا تا بالا نیست 1,000 روپه مراد نکدی؟ نه یا نه دوستا از هم 27 هیچ کم نیست میگه. خب بسیار خوب. چی پیام داری به هموطنا؟ مرمه کدام گفتنی نداری؟ نه بشک والا. وقت خوش داشته باشی. اینی گوساله است کی است؟ بیا خیلی درباره می یک معلومات بده لالا. مرا دستا. جانا که جو صحتمند قراریست. شکر الحمدلله. روزا بخیر میگذره. زنده باش سلامت باش. روزای گرمی. نام خدای گوساله بعدماش وارد هم تو چرخک زده. کمکی بعدماش مال خانه نگه داشت همین رقم. ای نام خدا ماهی وارث دوستا. ماهی واقعا ول میکنن. نام که چیست؟ نام در محمد. در محمد جان. بله. چند سال از گوساله؟ از دو بالا شده که تقریبا 3 ساله میشه. از دو به بالا. از سال بخیر در قربانی آماده. انشالله. اگر تا وقت زنده بانه. انشالله. قیمت چند موندی در محمد؟ قیمت از ما 45. 45. بله. اگر نمی چوب نباشه ایره کسی استادم که دارم. واقعیت است واقعیت. من خودم چرخش است. خودم خسته شدم بعد در چوب بسش کردم که یکم خستگی از این خورترکی نگاه کردی؟ نه 6 ماه پیش را گرفته بودم. 6 ماه پیش. بله. خب ماشاءالله زحمت کشیده سر. دیگه این به زحمت چیزی نمیشه دیگه. ایره چی میتی که تک لاش ایره کنجورای پتک سبوس کنجورای زغیر گاتوات میکنیم برش. خب بسیار خوب. مشتری تا چند کده؟ مشتری تا 37. دیگه دل خودت دمشه است؟ دل ما دم 40 پره. 40 پره؟ بله. به نظرت چقدر گوشت میکنه؟ با فکر خودم که 100 کیلو ان شاء الله میکنه. 100 کیلو. بله. این ذاتش هم خانگی است دیگه وطنی خودمون. والا ام خانگی ور خواست ولی خوب گوساله خوب بتاب است. چند سال از در محمد جان دمی کاروباراسی یا دیگه کاروبار داری؟ ما خدمه تقریبا 5 6 سال ایران ترکیه و طرفا بودم. دیگه 1 سال میشه از اومدنم. دیگه اومدیم عروسی کردیم دیگه اینجا روزگار افغانستان است دیگه اینا میری گاهی رکشوانی و گاهی وقتم جلابی نگاه کردی. اما شوقی یک دو دانگه که از وقتی رمید یک وقت یک دردی آدم دوا شود. در آینده ها بخیر چی هدف داری؟ در آینده شوی کجا در آینده ها دیگه برای فعلا مشخص نیست دیگه. ان شاء الله امید میکنیم که ما قدم به قدم به بالا بریم بهتر شویم از این کارا دست بکشیم. بله. یک کاری خوب است که اگه فایده کنه. یکم یک کارای اگر نقص کردی باز نمیسازه. نقص چیزی به هر صورت یکم یک کار چتل است اما با چیز بگم یکم کار چتل است. لباس یادم لباس سبکی پوشیدیم اصلا راست میگی. دیگه دمی گاوداری باید یک ذره پول زیاد داشته باشی. واقعیت. که فارم جور کنی. بله. امیر رقم یک 10 دانه 15 دانه آدم داشته باشه نیاز به هیچ کاری نیست. فقط مصروف اینمی کارا باشی میشه. خدا را شکر روزگار است. سلامت باشی. در اخیر چی پیام داری به هموطنان؟ پیام به تمام هموطنان ما همیست که همیشه همدلی و همدیگر پذیری و برادری دور از کینه و کدورت قوم پرستی و نژاد پرستی ما در تمام نقاط افغانستان را خواهانستیم و خصوص مثل یک شهروند قندز که فعلا پیام به تمام مردم افغانستان داخل کشور بیرون از کشور هم این پیام ماست. بخیر باشید. امر خدمت ما خانه ما همینجا تا چای میخوریم ما در خدمت. سلامت باشید. زنده باشید. قربانت بخیر باشید. دوستای هم با صحبت‌های شیرینی در محمد جان امیت یک عرق کردم که گرمیست دوستا عرق میکنه آدم. خب دیگه اینمی طرف میریم دیگه دوستا با ما باشین.
ماشاءالله هر گوساله از یکی دیگهش کده بالاتر است دیگه. مالای نگه داشت خانه است کلش هم تو فربی هم تو برابر دیگه. آمدیم کنار می هموطن ما که قیمتای از اینا با ما بگه. سلام علیکم. و علیکم السلام. جور هستید؟ بخیر هستید؟ صحتمند هستید؟ بخیر باشید. آرام باشین. زنده باشین. دوستا اینمی برادر ما را بازور آوردیم سر مصاحبه کنیم. میگم من خوش ندارم دادم کامرا. خب چی حال داری؟ شکر دوای سرتان. جانا که جور بخیر باشین. زنده باشین. آرام نام باشین. زیبایتون حفیظ الله. حفیظ الله جان. ماشاءالله این گوساله را ایم دور دیدیم عاشقی ازی شدیم که پیسه می داشتیم میرم میخریدیم. در خدمتتون هستم. پیسه مهم نیست. جانتان جور باشه. بخیر باشی زنده باشی. قیمت میره چند؟ قیمت از را 80 گفتیم نهایتش 75. 80,000 آخرش 75. بله. دوستا یعنی گوساله است دیگه. چند ساله است حفیظ الله جان؟ این 3 سال است. 3 ساله. نسلش کجایست؟ نسلش اینا است یک سایوانی است. سایوانی. درگه است پاکستانی. این به نظرت ایره خودت خریدی یا در خانه نگاه میکنی؟ خریدیم. چند خریده بودی؟ ایره خریدیم 2,70,000. 1000 روپیه خرج کرده 1,70 شده. خورد و خوراکش چه رقم است؟ خب خوراک داره دیگه. اگه خوراک نکنه گوشت کجا میکنه باز؟ راست میگی. دمیکا قناعت میکنه یا؟ نه قناعت. ولی خودت دنان خوش قناعت داری؟ ولد حاجان میتونم. خب کاتیکا موزه هم میخوره. هم میخوره کنجره هم میخوره. بعضی وقتا اگه نان خوش کم باشه کاتمو چای. نه وقت نباشه گزارا میکنه. گزارا میشه. اما گفته خودت باز آدم گوشت ولی دوست نمیگیره. نه دیگه. بسیار خوب. مشتری تا چند کده؟ مشتری تا 70 کده. تا 70. 65 و 70 دو کم 70. خودت یکم 70 خرید دیگه بازو کی تا که فایده را نگیری نمیگی. نه دیگه. خب بخیر دمی 75 تقسیم سودا میشه بخیر. ولی بازار میفهمه دیگه. اگه برداشت است یا دیگه هم داری؟ دیگه مثلا دیگه است. دیگه اونجا رقم است. این شی است آخرین به 60000. دو کم 60000 هم رقم است نمیخوانم. او دیگه از اینکه یک ذره ضعیف. ضعیف است لاغر است نه. برا کنجره نداره. ایره به خاطر نسلگیری بگیرن خوب است. نه به خاطر گوشتی. خب گوشتی. یا خاصی شدگی است چرا؟ نه بقاس. دوستا از این دیگه نسلگیری اگه بگیرن ماشاءالله خوب قواردار است. نه دیگه نسل نمیشه. خب ایره دیگه قصاب نیست دیگه. خب سایز خیر. حفیظ الله جان چی پیام داری در اخیر؟ پیام دیگه سلام مرا در کل دوستا یار تقدیم میکنین. نه دوستا براتون که معفو باشین حفیظ الله جان سلام و خدا تو ارزان میتو. تشکر که معفو باشین نکنیم بسیار که معفو باشین. این گوساله کوی دیگه است کیست؟ خب دوستا این همین رقم دیگه که میبینین در تصویر هر گوساله قیمت خود داره. دیگه این همین فکر کو به نماینده کل گوساله ها بهترین گوساله بود که ما قیمتش براتون گفتیم. از همین 30 و 40 شروع تا این 80000 تا آخرش 75 میگه براتون تقدیم میکنیم. خب دوستا این بود نرخ و نوای گوساله و گاوی شیری گاوی گوشتی. میریم طرفی بزو بزغاله و گوسفند با ما باشید. خیر ببینیم مالت خیر ببینیم خنده کن دیگه یوسف به خدا کرام برو خیر ببینیم نه دوستا در بین معامله هستیم در بین معامله هستیم یا 28 میگه خریدار 26 نیم گفته نه گوسفندایش آباد است بریم نه 20 برو نه نگو برو دیگه برو که گفتم یک کار کو خیر خدا کنه یوسف برادر ما است این سامانگام میبرم خدا براستی همین مال 3 دانه 3 کیلو میخورم 300 برادری گفتم که به نفر گفت ای گپ گوش کو تو دو نفر استاد 7000 27 چی کرد هر ببینم برو 26900 برو صحیح شد کم 28 نه 28 صدر پاشو بابا کاش کن نه خب گوسفندکای ماشاءالله نه برادر جان این گوسفند قندوز. خب دیگه خیر صد کم 27000 سودا شد. خوره ما تو موندیم دیگه. حالا ما تو چی گفتنی داری؟ نمیشه بگیم که می جنجال
دوستا یک جنجال بود سر می خریدن جنجال اینمی بود مردکه 26 نیم میکرد خریدار بیاد چی صاحب مال میگفت 27 کم نمیتم 28 گفت بالاخره در 27 ها برابر 27000 100 کم شد 100 کم 27000 سودا شد خوب شد که همونا خب سودا. گوسفند چاق بود خوب تیار بود حساب قصابی لندی بیخی برابر بیخی برابر بود گوسفندنا خب چی حال داری خودت؟ شکر فرض خدا اینمی درد و غم از دیگه بعضیا میفروشن بعضیا میخرن این میجی مالا میخریم مثال پس سودا میکنیم به 100 200 اینمی تجارت از دیگه این تو بالا میگردید در این من خودت چی کردی گوسفند نخریدی؟ خودم فعلا 20 باره خریده بودم فروختم خب خودت جلابی میکنی؟ نه، جلابی خب نام میکنم. مبارکتون چیست؟ خیریدین است خیردین دوستای عزیز با این برادر ما قبلا هم مصاحبه داشتیم یعنی میشه دیگه قبل از عید قربان بود نه؟ بعد از عید قربان بود پیش از عید قربان نه بعد از عید دیگه نیامدیم با نه، اول نه، است بعد از خب عید. خیردین جان بعد از عید قربان چگونه است مال بازار همون یک خپ و چوپیس به نظر من فعلا مال قیمت است تاثیرش چی از که قیمت میشه تاثیر از اگر این نه است علف هم که کنیست تاثیر از این است کم مالی است خب کم مالی است کم مالی است پیش از عید که بود مال فرایمان بود 6000 6500 باره را میداد شیشه کم 10 میداد 2.5 11 میداد حالی شیشه که 10000 2.5 بیادر 13 و 12 نمیداد یعنی میگی که چیزی که گوسفند بود نام خدا رفت دیگه طرف قربانی در قربانی رفت خداوند قبول کنه جانم خب خیردین طرف جان قربانی دیگه رفت. حال فعلا مال کمچین است مال کمی قیمت است فهمیدی گوسفند قیمت است در مانده میبینی مال کمچین است مال مردم بسیاریش رفت دایلاق و در چول رفت فهمیدی دیگه از این بعد دیگه نمی در و بعد مال بدخشان برای میاد قندوز میاد تخار میره از این بعد باره زیاد میشه باره جانم. تشکر خیردین جان تشکر در شما خیر آمد باشید زنده باشید لالا چی حال داری؟ خوب هستی؟ جانک جور است بخیر گوسفندایت کدام است؟ اینوست؟ قاری صاحب خوب هستی؟ شکر است فضل میگم امروی ما گپ بزن خودت در رخ میکنم دیگه کدایی گپ بزن چی حال داری؟ شکر است جان فضل. جور است؟ خدا خوب سایر هم گیر کردی دیگه ها والا دکاندار خوب شد ما یک سایان جو ها بیشک والا خب نامتون چی است؟ نام جاوید مرخیل جاوید جانی عمر خیل خب این گوسفندا کلش از خودت است؟ بله بسیار خوب هر کدامش بای خود داره دیگه بله خب اینا گوسفندای چند ساله است جاوید جان؟ این 2 ساله است 2 ساله است سال 3 رفت 3 سال اینا دیگه از قید و قلم قربانی ماندن دیگه در قربانی نرفته یا از قلبانی ما ده زیاد بود ایناش مانده خب جاوید جان قیمت ها را بگو برای ما اینمی چند است دیگهش چند است این رحمان تو جمع سودا میکنم نو برش گفتیم کوتره چند دانه است 12 دانه 12 تا را چند گفتی به مردم نوزاری 9000 این ماده که از جمع سودا میشه خدای مالداری مردم ولی میگیره قربانی خو رفت دیگه این کلش ماده است ماده است بسیار مشتری تا چند آمده جاوید جان مشتری تفتونیم هفتونیم این در کوتره با نقص میکنی نی این هم تو کتره سودا میشه دیگه دانم سودا میکنیم و 9000 و 8000 دانه هم سودا میکنیم خب بالاخره همی چند بفروشه که به صرفه است برات فایده کنه همین که 80 برم پول خودش بده هشتونیم خب چند سال از اینمی کاروباراسی خودت گوسفند میفروشی مالداری 6 داری سال میشه خب ایره کدام جای خودت نگاه میکنی یا نه همین تو ای بازار میخری دیگه بازار میفروشی نگاه جای هست دیگه معلم هست از مالداری میچره در زمینه و جمع داریم در خانه اینا رو در خانه نگاه میکنم از جلاپی و از مالداری خود میچره در چی نرخ نوا چگونه است قبل از عید خوب بود یا فعلا قیمت است ارزان است قبل از این خوب بود ولی خب بیخی بازارش است ولی بیخی ارزان است بیخی ارزان بمبای خودش سر نمیخره راست میگی دوستان عزیز دیگه کتیو برادر ما تشکری کردیم یک ذره مشکل تکنیکی پیش آمد دیگه شاید تشکری ما در آخر نیامده باشه دوباره آمدیم پیش برادر ما که تو گوسفندای مقبول آورده قیمتایش پرسان کنیم السلام علیکم و علیکم بیادر خوب است خوب هستین بخیر باشید خیر هستین زنده باشید نام مبارکتون حمید هستم از ولایت قندوز از نهایی اول در زیر دور مدن بسکر شوجه خانه ماست همین کاروبار ما از جلاب است بسیار خوب حمید جان چگونه است نرخ و نوا در این روزها
خوب است دیگه، نسبت به از این قربان پیش دیگه خوب است، اونقدر قیمت هم نیست، خوب است. مناسب است. مناسب است. بسیار خوب. خودت چند دانه گوسفند آوردی؟ خود ما هم 5 دلار آورده بودیم، تا سودا نکردیم ولی اینو میگه اجازه میگه برای ما بده دیگه، ما دیگه سودا سیم کشی میشه. حاجی صاحب میخواد که بخره کلش. بخره. بسیار خوب. چندی قیمت گذاشته همین جان؟ ایرا ما 17000 بای کردیم، اینو 13 میگه، چند میگه دونوز دیگه. دونه 17000. دونه 17000 بای. کلش یک وزن است؟ ای 1 کیلو نیم کیلو 1-2 کیلو فرق داره دیگه، اونقدر فرقی نداره دیگه. یا گوسفندای خود امیر کندوز است؟ خود کندوز است. چند ساله باشه همین جان؟ 1 ساله است. 1 ساله. 1 ساله. بسیار خوب. خودت عبده گفتی؟ عبده بای کردیم خوب ولی 13 و 13 و نیم یا میگه. آخرش بخیر در چند جور آمد میشه؟ 15 14 و نیم. بسیار خوب. ما حمید دیگه چقدر وقت از این کاروبار هستی خود؟ تقریبا یکم 20 22 سال میشه میکنم. 20 22 سال. چگونه از همین کسبی گفته اگه تو گوسفند فروشی و گوسفندداری و نگهداری از این خوشایند است؟ راضی هستم. این خوب کار دیگه چی نیست دیگه. همین کسب ما دیگه. خود بودم بسیار خود بودم ما که این کار وارم میکردم. ولی از این کسب اندر راضی هستم دیگه. کارم است. مسلک مثلا. بعضیا میگه این کسب یکمی که از کالای آدم بویگین میکنه و نمیکنه. در دمی خاک ما شما رفته نیستیم. ولی از خاک خود نگاه تا که خود نگاه کنید. یعنی میگه ولی بازم نظافت جزء ایمان است. ولی باز ما میگیم که همین کسب ما همین چی مثلا نمی‌بینیم چاویش ماندگی همین فاش چی ماندگی سیم بچه‌ها ما میشینه جمع خود میشینیم که پس خودم است. ماشاءالله. خب یگان تو عادت کرده دیگه. ما عادت کردیم. معلوم نمیشه. معلوم نمیشه بله. بسیار خوب. به نظرت دیگه ایرا قصاب بخره خوب است، با کسی که نگهداری کنه خوب است. والا قصاب میشه دیگه داشتم میشه قصاب میشه. دیگه آدم که مثال یک جا توفه میبره، یک تا مثالی خیرات میکنه میگیره، یک قصاب میگیره. همین آجیا که من یا نمیخرن یگان تا؟ میخره. همین روزا آجی آمدن است نه؟ باید بخره اینا یا گوسفندای مقبول میکشن پلاو میکنن نه؟ بله اونا میخرن. خب ما حمید در اخیر چی پیام داری به هموطنای ما؟ هموطنای ما از کار خود راضی باشه. دیگه بیادر اید نگویه که والا کاری تو از خود باز بیادر جور صدمان باشه دیگه بیادر چیزی بیادر بخیر باشی. خب دوستان عزیز ما حمید نرخ و نوای گوسفندایش با ما گفت. ما میریم طرفی بز در چی حال است قیمت ها؟ جانک جور است؟ جور است بخیر هستین؟ سلامت باشید جور باشید. زنده باشید. دوستان عزیز اینمی بزه بسیار ماشاءالله مقبول معلوم میشد به نظر ما که آمدیم اینمی را یک پرسان کنیم نرخ و نوا و قیمتش چه رقم است؟ ما جور است. زنده باشید. نامه که بگو باز میریم سر قیمت. نام ما شیرین گل است. شیرین گل ماما. جان. درباره بز معلومات بده به ما. بز باش 14000 است. خب 14000. ها. دیگه از 14 پایین هم میشه یا نه 14؟ جرامت بازم داره. خب تا چند جرامت داره؟ جرامت باز خریدار برابر شو جرامت داره دیگه. من شاید نخریدم میرم. خریده باشه باز میگم 12 و نیم تا 13 ان شاء الله سودا میشه. ها. تا 12 هم میشه دیگه. 12 شد شو. چند ساله از ما مشتری؟ این چاری است. چاری چی رو میگه؟ 4 ساله. 4 ساله را چاری میگه. من خوب قدر نمیفهمم. ها چاری است. خب شیرین گل ماما این ماده است نرست؟ نرست. تکبوز است. تکبوز است. ذاتش کجایی است؟ ذاتش از همین چی است؟ از همین منطقه خو پاکستان ذاتش آمده است. اصلا پاکستانی است. بسیار خوب. به نظر چقدر گوشت داره ای؟ همین کم در کم بکنه اما 2 کیلو گوشت تا 30 کیلو میکنه. خب همین تفاوت گوشتی بزی پاکستانی کتی وطنی در چیست؟ فرق داره گوشت سخت است یک ذره از وطنی کدر. دیر پخته میشه؟ ها. گوشتش مزه‌دار است؟ مزه‌دار است کمی از او کدر سخت است. ها؟ یا نه دوستا گوشتی از این میگه نسبت به بزای وطنی کمی
سخت است. خب بزای وطنی چی خصوصیات داره که گوشت شیرین است؟ گوش اوس حالی که است گوسفند ترکی او کراکولی گوش کراکولی که است از ترکی قدر بسیار شیرین است. نه که از ترکی و قدر مزه‌دار نیست مثل کراکولی که است. همین پاکستانی و وطنی ما فرق میکنه بوزی و پاکستانی و وطنی که است و ما فرق میکنه در گوشت در مزه و در چیشه. یک ذره گوشت اینا که است سخت است. گوشت پاکستانی. همین بزای وطنی قدرشون بسیار پخش است. یا بلند بایشون بلند است ولی اونا که است همین بوز خوب 6000 7000 است زایدگی بوز حالی ازی که نه است 20000 25000 15000 تا 30000 بوز داره اینا قیمت ها بلند رفته پایین بعد از این پایین آمده پایین آمده دیدم قیمت ها پایین آمد حالا دیگه این خوشایند نیست که پایین آمده باشه به نظر دمی بز فایده میگیری نقص میگیری نه حالی خودی تا نقص میکنیم یه دمی بوز 14000 سودا میشد حال 2000 در نقص 2000 در تشکر قربانی بخیر باشی سلامت باشی دوستا میگن بزای وطنی از بزای پاکستانی که گوشتش نرم است زود پخته میشه این حال ما هم بریم که اگان بزی وطنی را پرسان کنیم قیمتایش سلام علیکم خوب هستین؟ بخیر هستین؟ کاروری هستم بزای خودت هست؟ نه ما آمدیم بازار که گفتم ببینم اگم بوز شد گوسپند شد بخرم خریدم نمیشه بسیار قیمت است بسیار خوب نام چیست؟ نام محمد ظاهر ولسوالی 14 ولایت قندوز خب قصاب هستی به نظر؟ نه قصابم نیست من خاطر نگهداشت میگیرم خب تو هنوز بز گوسفند پیدا نکردی و نه همین تو قیمت مناسب نه والا قیمت از همین تو گشتر رئیسم دیگه ببینید چطور میشه خب تا چند باشه بخیر میخری؟ یا تا 5000 6000 اما قدر واسمون میشه دانش؟ قیمت بای میکنن 8000 10000 بای میکنن یعنی نرخ پایین آمده بعد از عید قربان 6 تا خب مردم از دیگه مالش از بای میکنن خب چی کاروبار میکنی خودت؟ فعلا هیچ کدام کاروباری نداریم فقط مرد کوری اینمی بز گوسفند میخریم اینا میرم میخریم یک 4 سبا نگاه میکنیم مگر از خودت از جلابی دیدی ببینیم آخرش تو میشه بسیار خوب تشکر بخیر سلامت باشید خب دوستان عزیز اینمی کنار امی دوستی عزیز ما آمدیم از اینمی در خداحافظی میکنیم یه بود گزارش ما دوستا از نرخ و نوای مواشی در ولایت کندوز مال بازار کندوز گاو گوسفند گاوی شیری گوساله های گوشتی بز گوسفند دیگه تا یک گزارش دیگه که با من سیف الله نظری در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم شما را به خداوند یکتا میسپاریم بقیه اوقاتتان خوش خدا نگهدار